به نام خداوند بخشاینده و مهربان. با عرض سلام خدمت کسایی که ویدیوی آموزشی را تماشا میکنن و همچنان چینل ما را تعقیب میکنن. امیدوار هستم که خوب و سری حال باشین. من فواد عزیزی با یکی از آموزش های دیگری دوره آموزشی ویندوز 10 در خدمت شما قرار دارم. در این آموزش که آموزش ششم هم می شود، میخوایم از بخش ستینگ شروع بکنیم و گزینه و یا آپشن ستینگ برای شما معرفی بگیریم که آپشن ستینگ چیست. خب وقتی ما دسپیسی رو به معرفی گرفتیم، اینجا سر خوردیم با یک در منوی کامپیوتر در یک آپشنی به نام اوپن ستینگ که چی از وقتی ما رو کلیک میکردیم این یک پنجره برای ما باز نشد و این چی است در حقیقت که اینا در این آموزش آپشن با آپشن ما برای شما با آموزش میگیریم و براتان یاد میدهیم که چی است. باز کردن پنجره ستینگ به چند طریقه است. اولین طریقش از این طریقه است، از طریق مای کامپیوتر. با بالای مای کامپیوتر خود که بودیم اینجا در منوی کامپیوتر گزینه است به نام آپشن که از طریق باز میشه. دومین روشی که ما باز کرده میتونیم ستینگ خود از این طریقه است. معمولا کسایی که ویندوز 10 دارن در این قسمت حتما آپشن ستینگ هست و اگر نیست ما آموزش قبلی ما درباره این بود. البته در آموزش قبلی ما گفتیم که چطور بتونیم اینجا فایل ها ما اضافه بکنیم در پرسونالایزیشن. وقتی اینجا کلیک کردیم هم بالای ستینگ ما میره همین طور. در بعدی اگر این دو گزینه برای شما غیر فعال بود میتونین با تایپ کردن نامی از او چی بکنین؟ ستینگ باز بکنیم. ما البته کمی از نامی رو نوشته کردم و ستینگ ما برای ما باز شد. خب وقتی ستینگ باز شد برای ما این گزینه ها میاد. در قسمت اول تایتل یا عنوانی از او است. در قسمت دوم هم گفته میتونیم تایتل هست. این تایتل بار هست و این تایتل خودی پنجره است که برای ما میگه که ویندوز ستینگ، این تنظیمات ویندوز، که این قابلیت در ویندوز 8 و 7 اصلا نبود. این قابلیت در ویندوز 10 به وجود آمد. در قسمت بعدی سرچ بار است یا نوار جستجو. در این قسمت ما میتونیم تنظیمات بیابیم دیگه، که تنظیمات که ما البته جایش نمیفهمیم و یا میخوایم زودتر به او دست پیدا بکنیم، از این قسمت نامش نوشته میکنیم، تایپ میکنیم، مخففش یا دقیقا چند حرفش اینجا برای ما میایه. مثلا ما میخوایم لنگویج پیدا بکنم، برای ما میایه فقط این نوشته کردم برای ما تنظیمات که با این نام شروع میشه یا ترکیب داره در نامش 3 حرف این برای ما آمد. همچنین دیگه حرفا این و طور مثال بود. لنگویج ستینگ داره، ایدل لنگویج داره و بعضا مربوطی لنگویج هست. از قسمتی این قسمت ها هم از تنظیمات است. مثلا تنظیمات مربوط سیستم، مربوط دیوایس ها، دستگاه ها، مربوط فون، تلفن، نتورک، اینترنت است، پرسونالایزیشن است، اپس است، اکاونتس است، تایمینگ لنگویج است، گیمینگ است، ایز آف اکسس است، پرایوسی است، اپدیتینگ سکیوریتی و سرچ است. که در قسمت برای ما بعد از اینکه نام تنظیمات برای ما گفته شده، اینجا گفته کدام تنظیمات در داخلی از است. مثلا دیسپلای است، ساوند است، نوتیفیکیشن است، پاور است و غیره. البته در دیوایس همینطور هر کدامش. ما از سیستم شروع کرده کل ایره به معرفی میگیریم. اولا سیستم وقتی بالاش کلیک کردیم این قسم یک پنجره برای ما میاد که با این لیست سر میخوریم که این لیست یک تا برای شما خوانده آموزش داده و کار میکنیم که چی است. گزینه اول دیسپلای است. دیسپلای مربوط نمایش میشه که این گزینه را ما قبلا آموزش دادیم و با این آشنایی داریم، یعنی یک روشنی انداخته بودیم، ولی در این آموزش ما میخوایم کامل باز هم براتون بگوییم. در قسمت دیسپلای اولین گزینه که میاد، البته در
کامپیوترهای لپتاپ نور است. در کامپیوترهای دسکتاپ نور نداره، چون مانیتور از کامپیوتر جدا می باشه. نور مانیتور مربوط خود مانیتور میشه. اون سویچ هایی که مانیتور داره از دو قسمت تعیین میشه. در کامپیوترهای لپتاپ نور داره، ما میتونم نورش کم بکنم و میتونم زیاد بکنم همینطور. بعدا نایت لایت است که ایره براتون گفته بودم، یعنی معنیش همین است که نایت لایت یعنی نور در شب دیگه. یعنی ما میتونیم بعضا کسایی که در شب استفاده میکنن کامپیوتر از این قسمت فعال میکنن. این چی کار میکنه؟ وقتی ما فعال کردم اینجا نوشته می آن until 12، یعنی تا چی وقت این آن می باشه، تا چی وقت روشن می باشه، تا چی 12 ام، یعنی تا 12 فردا را این روشن می باشه. بعد از به طور خودکار این خاموش میشه. اگر فعلا ساعتی ما 10 پی ام است، 10:43 پی ام است، یعنی فعلا آن است دیگه. ما میریم بالای تنظیماتش، نایت لایت سیتینگ، یا کلیک میکنم. ببینین این اگر ریکارد هم شوه، ببینین همیشه پیکسل های مانیتور در حال تغییر است. این رو میتونم اقسام بکنم، یعنی بعضا یا کم و زیاد بکنم و باید که امو چی بکنه، برنامه‌ای که ما استفاده میکنیم امو نوری امو مناسب باشه که ما بر چشم ما ضرر نرسانه. و از قسم میتونیم غیر فعالش بکنم و همیشه ای را ما در حالت پیشفرض خود باریم که اینجا بود. خب در قسمت دیگه اینجا چیست؟ اینجا وقتی ای گزینه آن باشه، یعنی ما میتونیم چی بکنیم؟ در این تایم بندی بکنیم که از چی وقت ای روشن شوه و روشن باشه، چقدر وقت روشن باشه و چقدر وقت خاموش باشه. اینجا که آن بود ما گزینه set hours میزنیم. set hours یعنی ست کردن ساعت ها. گفته ترن آن چی وقت روشن شد؟ 9 پی ام. فعلا این روشن از 10:44 پی ام شده. ما ای را میزنم مثلا چی میگم 11 پی ام بریم روشن شو 11 مثلا 0 پی ام. اوکی، فعلا خاموش شد است دیگه. فعلا خاموش است. ببینین اینجا گفته آف انتل 11، تا 11 خاموش می باشه، تا ساعت 11 پی ام خاموش می باشه. ما میتونم چی وقت 11 تا 11 خاموش شه، بعد از 11 روشن میشه، چی وقت خاموش میشه ما میتونم این تعیین بکنم که تا 7 تا 8. ما پس به تنظیمات اولی خودش برمیگردونم که همینطور باشه. خب نوری هم تغییر کرد چون نایت لایت ما فعلا روشن است. گزینه بعدی اسکیل ان لیاوت است. اسکیل ابعاد میگه، لیاوت یا چینیش میگه. ما میتونیم ابعاد و تنظیمات صفحه نمایش خود تغییر بدیم. مثلا میتونیم چی بکنیم؟ سایز متن ها، برنامه ها و یا دیگر موارد چی بکنیم؟ از قسمت تغییر بدیم که فعلا را 100% ریکامندد است، پیشنهاد شده از طرف ویندوز است. به شما پیشنهاد میکنم که ای ببینید من 125 کردم میره. خب که این تنظیمات دستکاری نکنین. دلیلش هم این است که این تنظیمات به صورت پیشفرض ویندوز 10 هوشمند است، به صورت پیشفرض طبق با همو سخت افزار کامپیوتر خود عیار میسازه و به صورت پیشفرض تنظیم میشه که چگونه باید باشه. خب من اگر به 125 بکنم، سایز متن های ما، سایز آیکن های ما ببینین برای ما بزرگ شده است. خب ما میخوایم رو پس باره تحصیلش برگردونم و ریزولوشن همچنان چی بکنم؟ ابعادش میتونم کم بکنم، پیکسل هایش میتونم زیاد بکنم که چیش است، ای عرضش است و ای هم ارتفاعش است، ای طولش است و ای هم عرض یا ارتفاع گفته میتونیم که ما میتونم تغییر بدم که اگر تغییر بدیم مطابق به چه میل خود میتونیم تغییر بدیم. میتونیم قضیه بگیریم. ببینید خیلی دیگه ناتنظیم است دیگه. یا معمولا گیمرها به خاطری که تنظیمات مطابق تنظیمات گیم یا صفحه گیمشان درست نمایش داده شده و به صورت درست ببینن، درست گیم زده بتونن این تنظیمات تغییر بدن. و شما کسایی که از کامپیوتر عادی استفاده میکنین پیشنهاد نمیکنید این تنظیمات تغییر روش وارد بکنید. پس من میارم اینجا برای ما میگه keep this
پلی ستینگ ای امی تنظیمات شما کیپ میکنین نگه میدارین یا که نه بس الو 12 ثانیه وقت دارین یا 12 ثانیه باید نکنیم به صورت اتومات پس چی میشه به حالتی که قبلا بود برمیگرده قبلا این حالت بود میره پس میگم کیپ همین تنظیمات باشه گزینه بعدی مولتیپل دیسپلایس مولتیپل دیسپلایس به خاطر کسایی که از دو مانیتور استفاده میکنن مولتیپل مانیتورهای چندگانه 2 مانیتور 3 مانیتور تا 6 مانیتور ویندوز 10 امکانش هست که ما استفاده بکنیم از قسم من چون فعلا یک مانیتور دارم نمیتونم استفاده بکنم اگر مانیتور دیگر بند بکنم میتونم استفاده کنم من مانیتور دیگر بند میکنم اینجا در کامپیوتر خود خب است مانیتور دیگر رو بند کردم اینجا برای من یک گزینه دیگه select and range displays چی بکنین گفته کدام امی تنظیمات بالای کدام مانیتور ما فعلا مانیتور اول در مانیتور اول هستم امی تنظیمات بالای کدام مانیتور برای من انجام یابه خب ما فعلا بالای مانیتور اول هستیم فعلا نمایش داره هست در این قسمت وقتی مولتیپل دیسپلای گفتین میگه نوعیت امی دو دیسپلای یا مانیتورها باشه دوپلیکیت یعنی تصویر هم هر دو مانیتور یک قسم باشه اکستند باشه متفاوت باشه یعنی متفاوت باشه که تنظیمات داره که اون رو در بخش گرافیک میخوانین شما و یا مانیتور اول فقط نمایش داده شده و مانیتور دوم فقط نمایش داده شده ما فعلا دوپلیکیت میکنیم که هر دو یکسان باشه خب و اینجا فعلا هر دو یکسان است قسمت بعدی که ما در سیستم در بخش تنظیمات و سیستم سر میخوریم ساوند است ساوند یک بخش مهم است در این قسمت ما چی کرده میتونیم ما میتونیم چی بکنیم از قسمت اوتپوتی که صدای ما از کجا خارج شده انتخاب بکنیم فعلا که من یک لاود اسپیکر دارم در کامپیوتر خود وصل است از این طریق اگر لاود اسپیکرهای زیاد وصل باشه به کامپیوتر از انتخاب میکنیم که از کدامش باید صدا خارج شود و در قسمت دیوایس پراپرتیز است جزئیات همین اسپیکری که در کامپیوتر وصل است این برای من نشان میده در قسمتی صدا میتونم صدا را کم و زیاد بکنم ببینین اینجا رو وقت صدا بزنم از اینجا ما میتونم کم و زیاد بکنم هر دو یکی است برای من صدا را میتونم کم بکنم زیاد بکنم ترابل شد چی است بعضا مشکل ایجاد میشه زمانی که ما میخوایم یک چیزی پلی بکنیم صدا نمیبره وقتی صدا نبرآمد ما میتونیم چی بکنیم از ترابل شد استفاده بکنیم و مانیتور دوم بکشم که مشکل ایجاد نکنه خب از ترابل شد میتونیم استفاده بکنیم ترابل شد چی میکنم مشکلی که از او رو برطرف میکنه اگر درایور نداشته باشه برای ما میگه درایور نصب بکنین اگر درایور دست خودش باشه آنلاین باشه خودش دانلود کرده نصب میکنه این از خوبی های ویندوز 10 است اینپوت یعنی ورودی فعلا ما کلا صدا بود که صدا کلا خروجی است دیگه خارج میشه از کامپیوتر اینپوت ورودی مربوط میکروفون میشه فعلا من با 2 میکروفون در کامپیوتر خود وصل دارم که از کدام میکروفون باید استفاده بکنه هر میکروفونی که به صورت پیشفرض استفاده میشه که او را در کنترل پنل باز زیادتر روش بحث میکنیم در این قسمت میکروفون گرافیک میکروفون یا فعالیت میکروفون نشان میده که فعلا میکروفون در حال چی کاری است صدا چقدر به چه اندازه میگیره و چون گپ زده هستم فعلا همو گراف صدای ما نشان میده که ما گپ میزنم یا نه یا میتونیم چی بکنیم ترابل شد بکنیم اگر مشکلی داشت از این قسمت میتونیم ترابل شد بکنیم قسمت بعدی که در سیستم بخش ستینگ میبینیم ما چی است نوتیفیکیشن این اکشن است نوتیفیکیشن این اکشن درست این قسمت است نوتیفیکیشن این اکشن درست این قسمت است که برای ما چی میگه پیغام ها رو برای ما نشان میده که ما میتونیم از یک چی بکنیم پیغام هایی که دریافت کردیم مرور بکنیم برطرف بکنیم اگر مشکلی داشت و از یک کلیر بکنیم خب
در قسمت اول کویک اکشن است، عمل هایی که ما میتونیم چی بکنیم به صورت زود انجامش بدیم، به صورت زود انجامش بدیم. و در قسمت هر آپشن هایی که در لیست اول از اینجا نمایش داده میشه در بخش نوتیفیکیشن. ببینین 1 2 3 4 ببینین 1 2 3 4 ما تغییر میتونم، ایره میگیرم بالا کش میکنم که باید بالا بره. ببینین ای هم تغییر کرده است. موبایل هات اسپات یک لحظه میبخشید تغییرش دادم. ببینین همونجور تغییر کرد، نتورک اینجا آمد و لوکیشن هم اینجا آمد. میتونم یا چی بکنم روشن بکنم از این قسمت و خاموش بکنم، تبلت مود روشن بکنم، ایرپلان مود روشن بکنم، لوکیشن و همچنین نتورک. بخشی بعد نوتیفیکیشن از پیغام ها. در قسمت پیغام ها نوشته است که شو نوتیفیکیشن آن در لاک اسکرین. در قسمت میگه نوتیفیکیشن ها پیغام ها در لاک اسکرین هم نمایش داده شود که این آن است. میگه شو ریمایندرز یعنی یادآورنده ها در لاک اسکرین نمایش داده شود. و همین طور در بخش دیگه هم هست که چیزایی که ویندوز مثلا اگر اپدیتش خلاص میشه، اپدیتش کم میمونه، برای ما چی میکنه؟ پیغام میده. گیر ما آن کردیم که یعنی وقتی ویندوزی ما اپدیتش کم ماند برای ما پیغام میده ویندوز خود رو اپدیت بکن، یا اگر اکسپایر شد تاریخی صدورش یا تاریخی انقضایش کم ماند. و در قسمت بعدی پیشنهادهایی که ویندوز برای ما میکنه مثلا از جمله برنامه هاست، بعضی دیمز هاست و بعضی دیگه. در قسمت دیگه آخری ما میتونیم چی بکنیم؟ کلا نوتیفیکیشن ها را و ارسال کننده ها را چی بکنیم؟ غیر فعال بکنیم. اگر ما غیر فعال بکنم تمامش غیر فعال میشه. ببینید بجز این دو تا که این مربوط اپدیت ویندوز و پیشنهادهای ویندوز است یارم غیر فعال کردیم. از قسمت پس روشن میکنیم. در قسمت بعدی یا چی است؟ برنامه ها است که برای ما پیغام میتن که ما یا آن است. کلا ما میخوایم اوتوپلی زمانی که ما یک سی دی وارد کامپیوتر خود میکنیم بریم پیغام بده، یا فلش یا بعضی دیگه دیسپلی ستینگ است، فوکس اسیست است دیگه، اسکرین ریکوردر است، سرچ است و همینطور استورج ستینگ. این بخشی نوتیفیکیشن این اکشن بود. بخشی فوکس فوکس اسیست این هم بخش مربوط به نوتیفیکیشن این اکشن میشه و زمانی ای فعلا چی است؟ خاموش است. این ما میتونیم چی بکنیم؟ امو پیغام هایی که دوست داریم نمایش داده شوه ما ببینیم و پیغام هایی که دوست نداریم نمایش داده نشه. فعلا آف است. اگر ما این گزینه دو میشه انتخاب بکنیم ما میتونیم چی بکنیم؟ کستومایز بکنیم. با صورت انتخابی باید بگوییم که کدام پیغام برای ما نمایش داده شوه کدام نشوه. مثلا کالز، تماس ها، تکست، متن ها، این ریمایندرز و یادآورنده ها برای ما نمایش داده شوه یا نشوه. وقتی تیکش غیر فعال بکنیم دیگه بگیریم نمایش داده نمیشه، نمیایه اصلا پیغام از او. پیپل همچنان ما میتونیم اگر مایکروسافت اکانت داشته باشیم افرادی که او را مخاطبانی که میخوایم که مثلا پیغامش بیایه او را در این قسمت میاریم. البته نمیاریم اگر پیغامی که مثلا در قسمت نیایه میگیم اینجا میاریم که بس پیغام موضوع خاموش میشه. مثلا برنامه ها را یا باید پیغامش بیایه یا نیایه، از قسمت انتخاب میکنیم. خب بعدا میریم دیگه بخش سیومش آلارمز آنلی، فقط چی آلارمز یا هشدارها بریم فعال باشه که این قسمت ها رو ما انتخاب کرده میتونیم. خب این بخش هاف میکنیم میریم به بخش بعدی. بخش بعدی پاور ان سلیپ است که خیلی مهم است. پاور ان سلیپ خیلی بخش مهم است. پاور ان سلیپ در قسمت پاور ان سلیپ گزینه‌ای که اینجا هست اسکرین. زمانی که کامپیوتر ما بدون استفاده حتی ماوس هم تکان نمیخوره باشه این گزینه اول چی است؟ در چند دقیقه فقط هم اسکرین چی ما کامپیوتر ما باید چی شوه؟ خاموش شوه. چند دقیقه بعد چند دقیقه که استفاده نشد من انتخاب کرده میتونم 2 دقیقه بعد، 1 دقیقه بعد، 2 دقیقه، 3 دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه و زیادتر
نیور هرگز اگر هیچ استفاده هم نمیشه 24 ساعت هم باید کامپیوتر ما خاموش نشه صفحهش. از این قسمت انتخاب کردم میتونم که فعلا ما 10 دقیقه است. و آن بطری این گفته در صورتی که چی است فقط در بطری است، یعنی در حالت چارج نیست. گفته when plugged in یعنی در حالت چارج در چند دقیقه باید باشه. البته when plugged in در دسکتاپ ها نمی باشه چون اونا چارج نمیگیرن، اونا مستقیم برق هستن دیگه. قسمت سلیپ چی است؟ سلیپ به خواب رفتن کامپیوتر است. گفته آن بطری پاور در چند دقیقه که استفاده نشد کامپیوتری ما چه شوه؟ ما گفتیم 25 دقیقه سلیپ شوه، به صورت خواب بره، یعنی سی پی یو خواب بکنه، غیر فعال شوه، رم غیر فعال شوه که چی کامپیوتری ما چارج بسیار کم بخوره. when plugged in در زمانی که چی زمانی که کامپیوتری ما در چارج باشه و 25 دقیقه استفاده نشه به سلیپ بره. خب آموزش ما رو میشه و تمام ادامه میرسیم. اگر ما تمام گزینه‌ها رو به بحث بگیریم خیلی وقت زیادی میگیره و ویدیو آموزشی ما خیلی طول میکشه و یک ویدیو آموزشی دیگه در مورد اینها حتما میسازیم. فعلا شما را به خداوند یکتا میسپارم. خداوند یار و مددگارتون.